شرابی تلخ میخواهم که مردافکن بود زورش، از آنهایی که مال ارمنستان است انگورش، از آنهایی که حافظ خورده و در شعر آورده، ولی یک عده میگویند عرفانی است منظورش، از آنهایی که میگویی به ساقی زود جورش کن و ساقی نیز در عرض 2 ساعت میکند جورش، از آنهایی که وقتی میروی بالا 2 پیکش را به زانوی چپت هم نیست ملک و امپراتورش، از آنهایی که میافتی به یاد رازی و کشفش و گویی نور بر قبرش ببارد قبر بر نورش، از آنها که اگر قصال با آن مرده را شوید لب کارون آقاسی بخواند مرده در گورش، اگر شیخی بفرماید حرام استی که می نوشی بنوشی پیک بعدی را به عشق شیخ و دستورش، اگر گوید کسی در آتش دوزخ بسوزی تو بنوشی تا بسوزد هم دلش هم جای مذکورش، نپرس از من چرا در کوچه ها با دبه میگردی، شرابی تلخ میخواهم که مردافکن بود زورش. سپاس.